الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وقيل: ومن أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري، أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت سروران عزیز و بزرگوار، بزرگان، موسفیدان، جوانان و نوجوانان عزیز، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بحث این هفته ما پیرامون یکی از واجبات اسلام هست و یا می توانیم بگوییم پاسخ به سوال خواهران است. خواهران سوال کردند که شما همیشه از طریق منبر اشاره می کنید ارتباط به مسئله چیدن ابرو که اینقدر گناه دارد و چنین و چنان، ولی از شما نشنیده ایم که ارتباط به مسئله کسانی که واجب اسلام یا قضیه ریش را آن را ترک کرده اند، آیا ریش تراشیدن گناه ندارد برای مردان؟ که شما همیشه مسئله ابرو را مطرح می کنید. من از این خواهر و خواهران تشکری می کنم، موضوع مهم و مسئله مهم را سوال کردن. سروران عزیز و بزرگوار، من و شما وقتی که به دایره اسلام داخل شدیم باید مسائل جزئی و کلی اسلام را بپذیریم و قبول داشته باشیم و به همه موضوعات دین و اسلام ایمان و باور داشته باشیم که الحمدلله داریم. بناهن مسلمان واقعی آن است وقتی که آیات و احادیث گوهربار نبی اکرم صلی الله علیه و سلم را میشنود، اگر عامل بود شکر را به جا بیاورد و اگر تارک و ترک کننده بود باید به جستجوی این باشد تا اینکه خود را به شریعت و به دین و به اسلام آماده سازد. بناهن خدای نخواسته چنین نیست که ما ضد جوانها موضوع ما باشه، چون امروز بین جامعه مسئله است
که چی میگویند؟ اگر موضوع ریش را مطرح کنیم و احکام و مسائل ریش را بگوییم، شاید عده‌ای بگویند که خطیب گازرگاه هم سختگیر شد و یا اینکه دل جوانان را شکست. در بین من و شما و مسلمان ها موضوعی باید مطرح باشه که رضایت الله را مد نظر داشته باشیم. من امیدوارم و مطمئنم موضوعی که امروز مطرح بشه، هر مسلمانی که تا به حال این سنت و این واجب دین را ترک کرده باشه انشاءالله جامعه عمل می پوشه و عمل میکنه و هیچ آزردگی هم انشاءالله نداره، چون از آیات و حدیث وقتی از زبان عالم بیرون میشه و اگر کسی از او آزرده بشه، این است که آن انسان از خدا و پیامبر آزرده شده است. موضوعاتی که امروز اشاره می کنم ارتباط به ریش هست، ارتباط به گذاشتن ریش، ارتباط به زنده شدن یکی از واجبات اسلامی که امروز آهسته آهسته می بینیم به جامعه متروک می شود. آیه‌ای که تلاوت شد الله سبحانه و تعالی می فرماید و ما آتاکم الرسول فخذوه. هیچ چیزی من امروز از پیش خود نمیگویم. شاید بعضی هفته ها که موضوعات گوناگونی مطرح بشه شاید حرفای انسان از پیش خود بگه و حرفای از یک مجله نقل بکنه، حرفای از یک رسانه نقل بکنه، ولی موضوع امروزی از ابتدا تا به انتها باید کلن از دیدگاه قرآن و احادیث بیان بشه. چون از این صحبت کسی نگویه که این را فلانی شاید از پیش خود گفته باشه، نه، همه قرآن، آیات کتابی که من و شما به او ایمان داریم، لا ریب فی، هیچ شک در قرآن نیست. اگر کسی شک بیاره و اگر کسی در قرآن شک بکنه که نعوذ بالله من ذلک از دایره اسلام بیرون میشه. و احادیث گوهربار نبی اکرم صلی الله علیه و سلم هم در اصل وقتی نگاه کنیم اینها هم قول خدا هست. و ما ینطق عن الهوى این هو الا وحی یوحى. پیامبر هیچ چیزی از پیش خود نمیگوید مگر اینکه با پیامبر وحی می شود. وحی جلی هست و وحی خفی. وحی جلی قرآن، وحی خفی احادیث گوهربار نبی اکرم صلی الله علیه و سلم هست. و ما آتاکم الرسول فخذوه. قرآن میگوید آنچه که پیامبر برای شما ای مسلمان ها میدهد و دستور میدهد بگیرید. و ما نهاکم عنه فانتهوا. و از او چیزی که شما را باز می‌دارد شما خود را باز بدارید. کاری که پیامبر برای شما میگه انجام بدهید انجام بدهید. کاری که شما را باز می‌دارد خود را باز بدارید. حدیثی که تلاوت شد رسول معظم اسلام می‌فرمایند همه امت من داخل بهشت میشوند، همه امت من داخل بهشت میشوند الا من ابا، مگر کسی که ابا بورزد. صحابه پرسان کردند قیل و من ابا، یا رسول الله می شود برای من تشریح کنید؟ صحابه سوال میکنند که ابا چیست؟ قیل و من ابا، گفته شد چی کسانی ابا میورزن؟ رسول معظم اسلام فرمودن قال من اطاعنی دخل الجنه، کسی که اطاعت مرا بنماید وارد بهشت می شود. خوشا به حال کسانی که اطاعت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می نمایند. می فرمایند من اطاعنی دخل الجنه
و من عصانی، کسی که نافرمانی مرا بکند، فقد ابا، به تحقیق که این ابا ورزیده هست. نافرمانی از پیامبر سبب دخول نار می شود، اطاعت از پیامبر سبب دخول بهشت می شود. چی نعمت عظیم و بزرگی. ارتباط به مسئله لحیه، مسئله ریش، چند حدیث به طور خلاصه و فشرده فقط ترجمه احادیث را بیان می کنم، چون وقت برای من و شما آنقدر نخواهد بود، چون روزها کوتاه است و هوا سرد، باید وقتر به نماز و به اقامه نماز بپردازیم. حدیث اول عبدالله ابن عباس روایت می کنن، صحابه جلیل القدر رسول معظم اسلام روایت می کنن که پیامبر اسلام فرمودن. پیامبر اسلام چی فرمودن؟ سبیلهای خود را کوتاه کنید و ریشهای خود را بلند نمایید. این حدیث پیامبر اکرم هست. من اطاعنی دخل الجنه، کسی که اطاعت از پیامبر کند داخل بهشت می شود. حدیث دوم از عبدالله ابن عمرو ابن العاص عین همین مضمون روایت شده. حدیث سوم از حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول معظم اسلام فرمودن به همین عبارت، ولی یک جمله اضافه دارد: سبیلها را کوتاه کنید و ریشها را بلند نمایید و تا این که به یهودیت مشابهت پیدا نکنید. عادت یهود هست ریش می تراشانه، سبیل بلند می گذاره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که شما با یهود مخالفت کنید، سبیل کوتاه و ریش بلند. هر مسئله شرعی که یک انسان نمیدانسته و واقف میشه، امیدواریم که الله سبحانه و تعالی توبه نصوح نصیب کنه، ولی کسی که بعد واقف شد از گناه و گناه کرد، آن وقت جزای و یا اینکه عذاب عظیم و بزرگ دامنگیرش خواهد شد. چهارم از عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت است، می فرماید که به نزد رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم از آتش پرستان، از مجوسی ها بحث آمد. در محضر نبی مکرم اسلام بحث آمد و گفتگوی شد ارتباط به آتش پرستان، و بعد رسول معظم اسلام فرمودن ارتباط به آتش پرست و مجوس، فرمودن آنها سبیلها را بلند می کنن و ریشها را کوتاه می کنن. توصیه من برای شما این است که شما مخالفت مجوسیت را داشته باشید، سبیل را کوتاه و ریش را بلند کنید. این حدیث را عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت می کنند. حدیث پنجم از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه همچنین روایتی هست به همین مضمونی که اشاره شد. حدیث ششم از مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه به همین مضمونی که ارتباط به مخالفت مجوس، این صحابه بزرگوار هم چنین روایت می کند. حدیث هفتم از زید ابن ارقم روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که سبیل خود را کوتاه نکند، سبیل بیاید روی لب، لبها را بپوشاند، کسی که سبیل را کوتاه نکند او از ما نیست. اینها احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. اینها را کی روایت کرده؟ این 7 حدیثی که تلاوت شد رواه البخاری، رواه المسلم،
رواه الترمذی، رواه نسائی، رواه امام احمد، رواه ابن حبان و رواه بیهقی. کتاب های معتمد احادیث، این احادیثی که تلاوت شد و یا بیان شد، اینها این کتب مبارک و معتبره این احادیث را بیان کرده است. حالا ارتباط به بلند کردن ریش و یا کوتاه کردن، در این قضیه احادیث و آیات را شنیدیم، ولی اکثر کتب می نویسد که اینها بلند کردن ریش، لحیه و کوتاه کردن سبیل، اینها از فطرت انسانیت هست. باور کنید انسانهایی که سبیلهای بلند دارن به مرضهای گوناگونی دوچار می شوند از اثر وقتی که غذا می خورن. یک موضوع دیگر این که آنها را خوب دقت نگاه کنید، چهره اینها نسبت به چهره آنهایی که ریش بلند و سبیل کوتاه دارن خیلی فرق می کند. باید در این قسمت اشاره شود که کوتاهی سبیل هم اندازه دارد و بلندی لحیه هم از خود اندازه دارد. اگر لحیه را بگذاریم که خلاصه قبضه بشود، قبضه بعضی استدلال میکنن که با دست گرفته بشه اشتباه است. صحابه از پیامبر پرسان میکند که قبضه چی اندازه است؟ قبض شمشیر را نشان میدن، دسته شمشیر را، که همین اندازه قبضه هست. و کوتاهی سبیل هم باید به اندازه یک ابروی انسان باشد. بعضی انسان ها هم که از پاک میتراشونن، آنها هم درست نیست. به اندازه یک ابرو، به اندازه یک حاجب که ابرو هست، بناءً سبیل هم گذاشته. خصوصا روی لب باید گرفته باشد که بر دهن انسان سبیل پایین نیاید. پس کوتاه کردن سبیل و گذاشتن لحیه، اینها مسائل فطرت هست. اینها مسائل است که از حضرت انبیاء علیهم و حضرات انبیاء علیهم السلام و تا به امروز انبیاء علیهم السلام همه ریش داشتند. یک پیامبر که کسی یک روایتی بیاورد که انبیاء علیهم السلام ریش را کوتاه کرده باشند و یا تراشنده باشند، هیچ روایتی نیست. همه انبیاء علیهم السلام ریش داشتند و سبیل را هم کوتاه می کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت براء ابن عازب از ریش مبارکشان نقل می کند. براء ابن عازب می فرماید که ریش رسول معظم اسلام، لحیه مبارک رسول معظم اسلام انبوه بود، یعنی چینده نبود، کم نبود، ریشی بود به حالت عادی که آمده بود. در یک روایت دیگر ابی معمر به خباب میگوید که آیا رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در نماز ظهر و عصر آیا قرائت میخواندن؟ آیا حمد و سوره میخواندن؟ حضرت خباب به ابی معمر میگوید بله قرائت میخواندن. ابی معمر میگوید که شما از کجا دیده اید نماز ظهر و عصر کو نماز خفیه هست، شما از کجا دیده اید که رسول معظم اسلام قرائت میخواندن؟ حضرت خباب میفرماید که من متوجه شدم که وقتی که رسول معظم اسلام در نماز ظهر و عصر استاده بودن، لحیه مبارک تکان میخورد از اثر تلاوت قرائتی که داشتن. تکبیر! این حدیث در صحیح البخاری حضرت محمد ابن اسماعیل بخارایی نقل می کند. صحابه همه ریش داشتند، اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همه ریش داشتند. می بینیم در روایات می آورد که زمانی که حضرت عثمان ذوالنورین بر سر قبر می رسیدن، در روایت می آورد که چنان گریه می کردن که ریش مبارک خیس می شد یا تر می شد. صحابه ریش داشتن. و همچنین
روایت دیگر هست که زمانی که غنایم زیادی به دست آمد، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم غنایم را بین مهاجرین دادن، تقسیم کردن. در دل انصار گشت که پیامبر ما در مدینه جا دادیم، از پیامبر ما دفاع کردیم، در مقابل دشمن ما سینه سپر کردیم. امروز که وقت غنایم رسیده و غنیمت آمده، اینها را پیامبر با اقوام خود و قبایل مختلف و با مهاجرین تقسیم کردن، با انصار ندادن. این موضوع به رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم رسید. رسول معظم اسلام انصار را صدا کردن، گفتن مهاجرین وقتی طرف مکه روان بشن با غنیمت روان می شوند، وقت شما طرف مدینه روان شوید با رسول خدا همراه هستید. غنایم را با مهاجرین دادم، ولی خود من، حیات من و ممات من در مدینه با انصار هست. انصار در روایت می آورد که نشستن گریه کردن، چنان گریه کردن که ریش هر یک از انصار تر می شود. بس اینجاست که صحابه همه ریش داشتن. ما و شما الان میگیم ما عاشق پیامبر هستیم. عاشق زبانی می شود؟ میشه بگیم که حلوا 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 دهن شیرین میشه؟ نمیشه. حلوا مگر انسان بخوره نمی شود. 100 مرتبه نام عسل را به زبان بیاوریم دهن شیرین نمی شود. مگر از عسل استفاده کنیم که شیرینیش را احساس کنیم. اگر 100 مرتبه بگیم که ما عاشق رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم هستیم، این فایده نمی کند. صلوات ختم بفرمایید. باید در عمل نشان بدیم، در عمل که ما عاشق پیامبر هستیم. ما آیا ادعای ما راست هست؟ چند فیصد ما به این قول خود صادق هستیم؟ بناهن ما وقتی میگیم امت پیامبر هستیم، عاشق پیامبر هستیم، که باید از پیامبر رنگ و بوی داشته باشیم. گر نداری از محمد رنگ و بوی، با درودی او میالا نامی او، یا با زبان خیش میاور نامی او. وقتی رنگ و بو نباشه ادعا هم نمیشه. از بس که رسانه ها تبلیغات سو کردن و جوانان و نوجوانان ما فریب دادن، امروز جوان ما کوشش میکنه که قیافه خود را مثل یک فوتبالیست غربی بسازه. امروز جوان و نوجوان ما در گوشه و کنار دیده میشه که لباسی که میپوشه، چرا این لباس رو میپوشی؟ چون فلان بچه فیلم چنین لباسی داشته، او عاشق همون لباس شده. اگر از اخلاق پیامبر واقف بشه، از خوی و خصلت پیامبر واقف بشه، از رحم و شفقت پیامبر واقف بشه، از او گریه هایی که در نیمه شب پیامبر از غم این امت کرده واقف بشه، باور کنید که او هم لباس خود را و قیافه خود را با سنت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم برابر می کند. پس دانستیم که صحابه همه ریش داشتن، بزرگان دین همه ریش داشتن. الان می بینیم هر انسانی که در دنیا ادعای زهد و تقوا و پرهیزگاری و علمای بزرگی که در جهان عرب و عجم هستن که وارثین انبیا هستن ریش دارن. حالا 1 2 4 و 5 که استثناء هست، او بحث جداگانی است. نمیگیم شیطان بالاخره به پست علما به دل علما وسوسه نمیاندازد. شاید عالمی هم باشه ریشی تراشانده باشه، کم باشه و بالاخره، ولی این دلالت بر از این نمیکنه به دلالت بر جواز این مسئله. در حدیث دیگر رسول معظم اسلام میفرمایند موی سفید به صحرای محشر نور مؤمن هست.
دور کردن این حرام است میفرمایند. حالا ارتباط به جوانها که میگیم جوان این گناه و معصیت رو میکنه، خیلی جالبه که بعض انسانها مویشان سفید ولی هنوز این واجب اسلامی را ترک میکنن، هنوز خلاصه سنت پیامبر را میشکنن. حالا این مسئله نه به پیر جواز داره نه به جوان، ولی در پیر این مژده داده شده وقتی در روی انسان تار موی سفید افتاد، موی سفید رسول معظم اسلام میفرمایند که به صحرای محشر برای مسلمان نور است و روشنایی هست. اما انسانی که این نعمت عظیمه را در آخر عمر از دست بده، از این نور محروم هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در هنگام وضو ساختن لحیه مبارک خود را خلال می کردن و بعد می فرمودن که پروردگارم مرا به این کار امر کرده است، به این کار امر کرده که وقتی که وضو می سازی خلال داشته باشی در لحیه خود. بناء سروران عزیز و بزرگوار، مسئله شرعی هست. همین که علما مسئولیت دارن و وارث انبیا هستن و جانشین انبیا هستن که چه کار باید بکنن؟ امت را باید واقف کنن. شاید خیلی از جوانهای ما مثل این که خیلی از خواهرها آگاهی نداشتن که چیدن ابرو گناه و معصیت هست، الان خیلی میدانن. شاید خیلی از جوانهای ما هم و از امت اسلامی ندانن که تراشیدن ریش گناه عظیم و بزرگ هست. بنان این مسئولیت علما هست، این مسئولیت جانشینان انبیا علیهم السلام هست. خدای نخواسته ما دشمنی با کسی نداریم که الان هدف ما این باشه که به آبروی یک شخص تاخت و تاز باشه، آبروی یک انسان رو ببریم. بناء مسئله ادای مسئولیت هست سروران عزیز و بزرگوار. بزرگان میفرمایند و حدیث هم در این موضوع هست، تراشیدن ریش و کوتاه کردن ریش اینها نشانه کفر هست. سروران عزیز، رسول معظم اسلام میفرمایند من تشبه بقوم فهو منهم، کسی که خود را به یک قومی تشبیه میکند او از همان قوم هست. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره از طرف امپراتور روم و همچنین از طرف امپراتور فارس کسانی که آمده بودند که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دید و بازدید کنند بعد از فرستادن نامه که رسول خدا نامه را برای امپراتور فارس روان کرده بودند، وقتی آنها از بیرون آمدند به نزد رسول خدا، آنها ریش آنها تراشنده بود. کسانی که از طرف امپراتور روم و فارس آمده بودند و رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند من تشبه بقوم فهو منهم، هر کس که خود را به هر قومی که تشبیه کند با همان قوم حشر میشه. المرء مع من احب، هر انسانی که هر کسی را دوست داشته باشه در قیامت با او حشر میشود. پیامبر را دوست داشته باشه با پیامبر حشر میشود. اگر دشمنان پیامبر را هم دوست داشته باشه با دشمنان پیامبر حشر می شود. بناء سروران عزیز و بزرگوار، مسئله دیگر تراشیدن ریش و لحیه عربی هست و ریشی که ما به فارسی میگوییم. تراشیدن و دور کردن لحیه مشابهت به زنها هست، مشابهت به زن هست. رسول معظم اسلام میفرمایند مردی که خود را تشبیه به زن بنماید و زنی که خود را تشبیه به مرد بنماید لعنت شده است. پیامبر او لعنت کرد. زنی که خود تشبیه به مرد کنه و مردی که خود را تشبیه به زن بگردانه. حالا اینا را همه پیامبر میفرمایند. اگر این را از پیش خود میگفتم شاید یک شخص حق داشت استاده میشد میگفت این را از پیش خود گفتی، اما این را رحمت للعالمین سردار دو جهان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمودند. و در روایت دیگر این
این حدیثی که تشبیه مرد و زن بخاری بیان می کند. در حدیث دیگر که امام احمد روایت می کند که رسول معظم اسلام فرمودند مردانی که خود را تشبیه به زنان می گردانند و زنانی که خود را تشبیه به مردان می گردانند، در این روایت دیگر آمده که می فرمایند اینها از ما نیستند، یعنی از ما جدا هستند. پس به این سروران عزیز و بزرگوار باید خیلی دقت کنیم. بعضی انسانها و بعضی جوانها و نوجوانها میآیند پرسان میکنن و تا حتی بعضی از خواهرها و برادر میگوید که همسر من بر سر من فشار می آورد تا من لحیه خود را و ریش خود را بتراشانم، و خواهر سوال می کند که شوهر من بر سر من فشار می آورد تا اینکه ابروی خود را بچینم، و همچنین یا پدر بر سر فرزند شاید فشار بیاره که برو بالآخر ریش خود را اصلاح کن. ریش کو اصلاح است، اگر از قبضه اضافه تر شد برو اصلاح کن. بناء رسول معظم اسلام می فرمایند اطاعت از مخلوق که معصیت خالق را به دنبال داشته باشد قابل قبول نیست. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. پدر اگر گفت ریش را بتراش، نافرمانی کن، نتراش. اگر شوهر گفت که ابرو را بچین، نافرمانی کن. اگر همسر تو برای تو گفت ریش را بتراش، نتراش، چون اینا فرمان الله است. امر الله، دستور الله فوق همه دستورها و فوق همه اوامر هست. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خلاصه بحث ما و شما، علمای متقدمین، سلف صالحین، علمای متأخرین و علمای معاصر همه با این نظرن که گذاشتن ریش واجب است. قضیه سنت یک طرف، گذاشتن ریش واجب است و کسی که این را ترک می کند کار حرام را انجام داده. یعنی تراشیدن ریش کار حرامی هست. حالا من توصیه می کنم آن انسانهایی که الان با این مرض دوچار هستند، من این توصیه را می کنم که برادر و خواهر، تو خواهری که ابروی خود را میچینی این را حرام بدان، حرام گفته این کار را بکن. و تو برادری که لحیه خود را دور میسازی و ریش خود را میتراشی، این را بگو من کار حرامی را انجام دادم، بگو من گناهکارم. نگو دیگه که خدای نخواسته و این یک موی زائده‌ایه که من دور میسازم. اگر کسی دارای چنین عقیده باشه، این همه احادیث را پشت سر گذاشته و در مقابل اقوال رسول معظم اسلام بی‌اعتنا شده که رسول معظم اسلام میفرمایند لحیه را بگذارید و سبیل را کوتاه کنید. چقدر انسانهایی هستند که برعکس ریش را بر میدارن، سبیل را میگذارن. چقدر نافرمانی هست، چقدر ضد هست. پیامبر میگه ریش را بگذار، سبیل را کوتاه کن. میگه من امت محمدم هستم و بعد ریش را پاک بر میداره، سبیل را میگذاره. دیگه چیزی نمیگویم. قانون و قاعده ترافیک هست که وقت چراغ قرمز شد استاد شو. موتر داری اونجا استاد میکنی، چرا عبور نمیکنی؟ که تو را ترافیک جریمه میکند. آیا از جریمه صحرای محشر، از زندان 4 روزه دنیا میترسی؟ از او جهنمی که الله سبحانه و تعالی میفرماید که آتشگیره جهنم انسانها و سنگها هستند، از او زندان نمیترسی؟ در این دنیا شاید بگی من پیش فلان رئیس و فلان کس من خجل بشم، اما از این که به صحرای محشر در کنار رسول معظم اسلام خجل بشی، از آن روز نمی شرمی؟ بناهن این ادای مسئولیت هست سروران عزیز و بزرگوار، ادای مسئولیت هست. پس باید
هر کدام من و شما در هر جا که میرسیم جوانان و نوجوانان خود را توصیه کنیم تا اینکه این واجب شرعی و اسلامی امروز آهسته آهسته بین جامعه ما در حالت ترک شدن هست. بناهن هر کدام ما احساس کنیم وقتی من این حرفها را میگویم به چی واسطه سروران؟ ادای مسئولیت هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فریاد میزدن که های مسلمان ها، این اوامر الله هست، این نواهی الله هست، این را انجام بدهید و این را انجام ندهید. پیامبرها و انبیا علیهم السلام و علمایی که امروز فریاد میزنن هدفشان جز این که امت محمد رسول الله و انسان و انسانیت وارد بهشت بشوند. مگر وقتی این حرف را من بیان کردم اگر تمام انسان ها ریش بتراشانه من چی مسئولیت دارم؟ هیچ مسئولیت ندارم. هیچ کس را هم شاید من در توان منی یک اور تهدید کنم و بالآخره حرفی بود بیان کردم و ما علینا الا البلاغ. ابلاغ بود، رسانده شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی تشویش میکردن جامعه دوران جاهلیت و صدر اسلام اونها را رنج میداد. فکر میکردن که ای الله من هر چی میگم مردم به حرف نمیکنه. آیه نازل شد طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. ای پیغمبر ما قرآن را نازل نکردیم تا اینکه تو را رنج کنه. تو به ابلاغ خور بکن، بهشت و دوزخ برای انسان ها نشان بدی. هر انسانی که دوست داشت این بهشت و هر انسانی که دوست نداشت این جهنم. پس این سروران عزیز و بزرگوار، این واجب شرعی و این واجب اسلامی و این واجبی که امروز آهسته آهسته ترک میشه، کوشش کنیم به احیای این و به زنده شدن این، خصوصا قشر جوان و بالاخص برای او جوانایی که خدای نخواسته از ریش یک اندازه نگاه میدارن به عنوان فرانسوی. فرانسوی یعنی چی؟ فرانسه میفهمیشت حکومتیه؟ فرانسه چی نظامی داره؟ به همین ترتیب جوان امروز فرانسوی اینجوری یک پوری نگاه دار، اینجوری یک پوری نگاه دار. سنت را که ترک کرده، واجب را که ترک کرده، سنت پیامبر استهزا هم کرده. استهزای سنت چیه؟ تمسخر سنت چیه؟ استهزای دین چیه؟ همین ها هست سروران عزیز و بزرگوار. باز او جوانی که تو جوان داخل فیلم دیدی، اولی او یک بچه فیلمه و باز اگر به فرانسه دیدی او جوان نه دین داره، نه پیامبر برای از او وعده بهشت داده، نه پیامبر برای از او وعده زیر سایه عرش داده. اگر توبه و دین نصیب از او شد فبها و نشد او انسان جهنمی است. پس بیا تو جوان عزیز خود را ملبس به سنت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بگردان. کتاب هایی که ارتباط به لحیه تحریر شده، علمای عرب و عجم کتاب های زیادی نوشتن. علمای عرب و عجم بسیاری از این کتاب ها ترجمه شده به زبان فارسی که میتوانند دوستا از بازار و از اینها جستجو کنن و مطالعه کنن. چند کتابی که من مطالعه کردم به طور نمونه بیان میکنم تا اینکه دوستا بدانن که علما خیلی زحمت میکشن. این که این سنت ترک شده و این واجب ترک شده مسئولیت علما ندارن. علما از منابر بیان کردن، به کتاب ها نوشته کردن، با زبان های مختلف ترجمه کردن. این که انسان ها عمل میکنه یا نمیکنه مسئولیت به دوش علما نیست. کتاب هایی که به این موضوع تحریر شده، اول اینه که یک کتابی به نام تحریم و حلق اللحى، یعنی این عربی هست، از حضرت شیخ عبدالرحمن ابن محمد ابن قاسم العاصمی الحنبلی، یعنی حرام است تراشیدن ریش، عنوان کتابش هست. دوم وجوب اعفاء اللحیه تحریم حلقها و تقصیرها، این نام کتاب هست. از حضرت شیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی اعظم سعودی هست، مفتی بزرگ عرب ها هست. میگوید که واجب است گذاشتن ریش و حرام است تراشیدنش و کوتاه کردنش. این عنوان کتابش هست. سوم کتابی که
ارتباط به لحیه هست، اللحیه فی نظر الدین از شیخ البانی هست رحمهم الله. کتاب سوم الرد علی من اجاز تهذیب اللحیه، که اینها کتاب های عربی هست که عنوانش همین است که رد بر کسانی که اجازه میدن که ریش خود را خلاصه آرایش کردن. ریش محل آرایش، اصلا مرد محل آرایش نیه. با چی برسه ریش انسان آرایش کنه، بالاخره از او یک چیزی بسازه که بین جامعه همه کس متوجه از او بشه، هم استهزایش باشه هم تمسخرش. پس این میگه کتابی داره الرد علی من اجاز تهذیب اللحیه. از کی هست؟ از شیخ حمود ابن عبدالله ابن حمود التویجیری که علمای عرب هستند. پنجم وجوب اعفاء اللحیه، واجب است گذاشتن ریش، کتابی از شیخ محمد ابن زکریای کاندلوی رحمهم الله هست. ششم کتاب است ادله تحریم حلق اللحیه از شیخ محمد ابن احمد ابن اسماعیل هست. کتاب هفتم الجامع فی احکام اللحیه از شیخ علی ابن احمد هست که 7 کتاب، شاید صدها کتاب ارتباط به ریش تحریر شده باشه و امت اسلامی متوجه ساخته باشن. این 7 کتاب بود که بعضی از اینها به زبان فارسی هم ترجمه شده که دوستان می توانن از بازار و اینها تهیه کنن، تحقیق کنن، مطالعه کنن. خلاصه حرف من و شما و ما آتاکم الرسول و ما آتاکم الرسول فخذوه، آنچه که پیامبر برای شما میدهد بگیرید، و ما نهاکم عنه فانتهوا، و از آنچه که شما را باز میدارد خود را باز بدارید. من یطع الرسول، قرآن میگه کسی که اطاعت از پیامبر بکنه فقد اطاع الله، کسی که اطاعت از پیامبر به نمایه به تحقیق که اطاعت از خدا کرده است. الله سبحانه و تعالی برای همه من و شما توفیق بدهد که تمام زندگی ما با طریقه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم برابر باشد. ای الله از تو میخواهیم که فامیل ما، خانواده ما، همه امت اسلام را بر طریقه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم روان بگردان. ای الله بدعات و خرافات را از سرزمین ما دور بساز. ای الله پروردگارا جوانان ما را حفظ بفرما. ای الله کسانی که تا به حال نمیدانستن و این واجب دین و این سنت نبی و سنت انبیاء علیهم السلام را ندانسته ترک می کردن، ای الله بر ایشان و بر همه ما توبه نصوح عنایت بفرما و ما را ملبس به سنت حبیب خود محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم بگردان. خدایا پروردگارا خواهر و برادر ما را حفظ بفرما. ای الله پروردگارا اونهایی که مریضی دارن یا الله مریضشان را شفای عاجل عنایت بفرما. پروردگارا اونهایی که بندی و اسیری دارن خدایا اسباب رهاییش را تو فراهم کن و او را صحیح و سالم به آغوش گرم خانواده برسان. پروردگارا کسانی که مشکلی دارن که با کسی گفته نمیتوانن، پروردگارا کسانی که ظلم ظالم بر سر ایشان هست، ای الله پروردگارا دستان ظالمین را از سر مظلومین کوتاه بگردان. پروردگارا ظالمینی که بسیاری از فامیل ها را رنج میدهند، ای الله پروردگارا دستان ظالمین را از سر این ملت مظلوم بیچاره کوتاه بگردان. خدایا پروردگارا اونهایی که اسیری دارن یا الله پروردگارا اسیرشان را صحیح و سالم به آغوش گرم خانواده بر بگردان. خدایا عزت و سرفرازی و سربلندی را نصیب این جمع و نصیب کل امت اسلام بگردان. خدایا پروردگارا ما را در روز قیامت از شفاعت سرور سالار انبیا محروم نگردان. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.